فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الو سلام، خسته نباشید برادران و صالح حق. من شما را یادداشت کردم. من یه زنم، یه پسر عقب مانده 6 ساله دارم. این سوال شرعی دارم: آیا پول این پسر برای من حلاله یا حرامه؟ مثلا از بهزیستی بهش میدن یا مردم یا اینا بهش میدن، یا کسی که لباس به من میدهد اونم برای من حلاله یا حرامه؟ لطفا خواهش میکنم تو رو خدا جوابم بده. تنها این پسر رو دارم، خیلی احتیاجه، همین کار خودشون میکنم، مثلا نان یادش همه چیز خودم میکنم. خواهش حضور بفهمم، اصلا همیشه نمیتوانم این شبکه ها را مرتب ببینم. این پسرم نمیذاره، همیشه بیقراری میکنه، نمیدونم چه وقت جواب این پیام ها را میدهند. خداحافظ برادران حق خودم. خداحافظ. بله بفرمایید. که سوالشان در مورد کمک من دعا میکنم که الله متعال این خواهر گرامی ما را صبر و استقامت نصیب بکنند و من عرض میکنم خدمت این خواهر بزرگوارمون و تمام کسانی که به یک صورتی دردمند هستند، خودشون بیمارند یا فرزندانشون بیمارند، عقب افتاده‌اند، پدر و مادرشون بیمار هستند و به هر صورت سرپرستی و کفالت یک فرد بیمار را یا ناقص الخلقه و در واقع عقب افتاده رو بر عهده دارند. این یک عمل خیری هست که شما انجام میدهید، یک احسان و نیکوکاری هست، نشان از رحمت و شفقتی دارد که الله متعال در قلب تمام مسلمانان قرار داده. مریض هم دارد صبر می کند بر درد و رنجش، بر مصیبتی که بر اون آمده، این هم ثواب دارد نزد الله متعال. و بارها من عرض کردم کسی که بیماری رو تحمل می کند، درد و رنج رو تحمل می کند، این ثواب بسیار زیادی رو دارد. اما ما انسان ها معمولا عادت داریم که صرفاً بعد منفی این قضایا رو می بینیم. فقط می بینیم که ما دردمند هستیم، ما رنجور هستیم، دردی به ما رسیده، مال و اولاد ما از بین رفته و گلایه می کنیم از الله متعال. اما در روز قیامت وقتی که الله متعال ثواب این بیماری ها را، ثواب این غم و اندوه را به ما می دهد، در روایت اومده که کسی که در دنیا در تمام طول زندگی خودش، تمام طول زندگی در رنج و عذاب بوده، در روز قیامت اینو میارند و وقتی که وارد رحمت الله متعال می شود و وارد بهشت برین الله متعال می شود و اون همه ثواب و جایگاه بلند و منزلت بالا رو می بیند، بعد از این الله متعال ازش می پرسد که بنده من، میگه تو در دنیا رنج و غمی رو هم دیدی، روزی مریض بودی، گلایه کردی؟ میگه نه با خدا من حتی یک دردم ندیدم در دنیا، تمام اون دردهای دنیا رو فراموش می کند. و در مقابل انسان‌هایی که غره هستند، فریب دنیا را خوردند، در دنیا بر دیگران ستم می‌کنند، با ناز و نعمت زندگی می‌کنند، به بهای حقوق دیگران که زیر پا گذاشتند، اینو میارن در روز قیامت وقتی که در آتش جهنم میافتد، میاد خدایا به خدا قسم من در دنیا روز خوشی رو هم ندیدم. پس بنابراین اون کسانی که صبر میکنند بر بیماری و اون جایگاه بلندی رو الله متعال در قیامت بهشون خواهد داد و اضافه بر اون این صبری هست که اهل بیمار میکنند، اون کسانی که سرپرست بیمار هستند، این صبر بالاتر هست. صبری که برای اینا قطعا هست. صبری که یک فرد بیمار میکند خب اجباری هست، اختیاری نیست، مجبور است صبر بکنه، چاره غیر از این رو ندارد. اما صبر اهل اون مریض، اون کسانی که تیمارداری میکنند، این یک صبر اختیاری هست،
صبر بر احسان هست، صبر بر نیکوکاری هست که این یک ثواب بسیار بزرگی را دارد که الله متعال در مقابل صابران می‌فرماید که انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله متعال اجر صابران را به صورت کامل خواهد داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که الراحمون یرحمهم الرحمن. الله متعال کسانی را که بر دیگران رحم می‌کنند الله متعال اونها را رحمت می‌کند. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. شما بر دیگران، بر بندگان الله متعال رحم بکنید تا اینکه الله متعال که در آسمان هست بر شما رحم بکند. پس بنابراین این فضیلتی هست برای شما خواهر گرامی و برای تمام کسانی که بیمار هستند یا سرپرست انسان‌های بیمار هستند. و در مورد سوالی که این خواهر عزیزمون کردن در مورد اینکه آیا جایز هست که از مال فرزندشون و این پسرشون در واقع استفاده بکنن، روایات صحیح و صریحی رو ما داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم، من جمله روایت عبدالله ابن عمر هست در سنن ابو داود که علامه البانی رحمت الله علیه هم اینو تصحیح نموده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن انت و مالک لابیک، تو و مالت مال پدرت هستید، یعنی مال پدر و مادر، اون کسی که حق والدین شما هستند در واقع. و همچنین روایت دیگری هست از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در سنن بیهقی و مستدرک حاکم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان اولادکم هبة الله الیکم، فرزندان شما بخشش الهی هستند بر شما. الله متعال اینها را به شما بخشیده، به کسی که بخواهد دختر میدهد میبخشد، به کسی که بخواهد پسر میدهد یا دختر و پسر با هم میدهد. و در ادامه این روایت میفرماند فهم و اموالهم لکم اذا احتجتم الیها، فرزندانتون و اموالشون مال شما هستند در صورتی که شما نیاز داشته باشید. پس بنابراین شما در صورتی که نیاز دارید هیچ گونه اشکالی رو نداره. به اتفاق مذاهب و تمام علمای اهل سنت و الجماعت شما می توانید از مال فرزندتون که عقب افتاده هست از اون استفاده بکنید، چه عقب افتاده باشه چه عقب افتاده نباشد. شما می توانید که با رضایت تمام و بدون هیچ گونه کراهتی و بدون هیچ گونه محظوریتی از مال این فرزند در واقع استفاده بکنن، هم هزینه بکنن برای خود این فرزندشون و هم برای زندگی خودشون به اون چیزی که نیاز دارن میتونن از این مال و از این در واقع لباسهایی که بهشون هدیه داده میشه، چه از طرف بهزیستی باشند یا از طرف افراد باشند، به هر صورت ایشون اختیار کامل دارند و میتونند که از اون استفاده بکنن. خصوصا در این مورد که من عرض کردم والا این که فرزندشون سالم بود، عقب افتاده نبود، بازم ایشون در واقع این اختیار رو داشتن. و وقتی که عقب مانده هست از نظر شرعی ایشون در واقع وصیش هستند و اون چون که خودش اختیاری رو نداره، نمیتواند در مالش دخل و تصرفی رو انجام بدهد، مادرش یا پدرش یا اون کسی که ولی این فرد معتوه و عقب افتاده هست اختیار کامل دارن در مالشون، میتونند که به اندازه‌ای که خودشون نیاز دارن و از اون در واقع استفاده بکنن. و من دعا میکنم که الله متعال این برادر عزیزمون رو که عقب افتاده هستند الله متعال ایشون رو صحت و سلامتی عنایت بکنند و مادر ایشون رو الله متعال صبر و پایداری و استقامتی رو عنایت بفرماید.